شما در حیرتید که چرا من شما را به اینجا دعوت کردم. آرام باشید، یگان جای خواطرش نیست. برای یک کار خیر در این جایید. با دقت گوش کنید. دامولازیا جان، با دختر عزیزم، همه چیزم، قیمتترین گوهرم زهرا جان آیله برپا میکند. این خبر خوش را خواستم به شما هم رسانم. این روز فراموش نشدنی را، اعضای عائله‌مان شدن دامولازیا را خواستم به شما رسانم. او داماد یکتایی من است. اکنون از سببی که این خبر را به همه رساندم کار را طول دادن لازم نیست. در حال به توی تیاری بینید. در اصل از شما چطور عذر پرسیدنم را نمیدونم. به سر شما بلا شدم. حتما راهی حل این کارو میابم. نه هیچ گپ نیست. دامولازیا لبه خواطر نشوید. این کار این خیلی دوام نخواهد کرد. یگان بلا کردم من راه حلش رو میابم. در اصل باور دارم که شما حل این کار رو میابید. من شما و آقای اکرم رو غمگین کردن نمیخواهم، اما این بازی دو رو در روز دوام کردن نمیتواند. با اجازت. زهرا چی شد؟ دامولازیا از فکرش گشته است مگر دامادی ساخته شدن رو دوام میدهد؟ دوام نمیدهد. با دوستانش چه خیلی فهموندنش رو نمیدونست است. عزیزم تو هم کمی مجبورش میکردی؟ چی کار میکردم سیلین؟ در پیش پایش میافتیدم؟ قبول نمیکند آخر. به این هم برایش نگاه کردن نمیتوانم. تنها تشکر گفتم و تمام. زهرا جان باید یگان کار کرده دامولا را راضی کردن در کار. نمیبینی کار جدی است عزیزم. اوف میبینم سیلین، میبینم. شوکت هی شوکت سرم رو ویران کردن. ای برادر این چی گپ از خودش؟ هر روز یک کار چی شد آخر؟ به این همه لباسا هم در همین جاست. تا کی به من مثل مهمان رفتار میکنی ها؟ چخیل مهمان شوکت، چخیل مهمان ها؟ 1 سال میشود در اینجایی. بس است این خانه مادرت نیست. شد برادرم، اگر خواهی باز من رو بیرون رفته در کوچه زندگی میکنم. یا خدایا. کیلاس جان یگو مشکلی داری؟ بله شوکت، من مشکلی دارم، مشکلی کلان دارم شوکت. او برای آن رد کرد که از دوستانش شرم می‌دارد. زندگی و از زندگی ما تماما فرق میکند. این را بفهم زهرا جان. اگر مردم تو را با این حال درباره او بینند غیبت میکنند. بعد اینکه اگر تو خودت رو با او موافق سازی مسئله با همین حل می شود. یعنی چی خیل؟ نفهمیدم. اینش رو به من گذار، من حل میکنم. ببین این دختر با ازدواج ساخته حتی راضی نمیشد. حالا باشد زاره کرده از پسم میدود. ای برادر تو شوخی به شوخی همه ای کار رو حل کردی کو؟ چخیل حل کردم شوکت، چخیل عقل تو باید نمیگیرد. اون دختر ما رو مانند بازیچه استفاده برده ایستاده است. اکنون شوخی به شوخی تو داماد شده به قصد میروی برادرم. تو چی ها میگویی شوکت؟ من شناسنامه هم رو درست کرده میگویزم تو باشی داماد میگویی. توی دختر رو پرتفته میروی، تو اون دختر رو پرتفته نمیتوانی. سفسطه نگوی، کمی سر و نل از قفایم است. از دیگر طرف کنعان دیوانه. من مگر در اینجا میمانم؟ تو چی ها میگویی؟ من خودی پگاه نیست میشوم. نیست
اوه چغتای خوش آمدی. ملیس خبر را به چغتای رساندم بابا جان. خوب چغتای زهرا را خانه دار میکنم. از این بعد همکار و دوستت صاحب شوهر می شود. آقای اکرم لبایی خوراک شام تیار است. بسیار خوب. کلی بچه ها همتان مرحمت کنید به خوراک شام. دامولا رو هم دعوت کن. مرحمت. زورا بیا یک صحبت میکردیم. زورا این چی گپ است؟ من نفهمیدم چغتای که تو ایده چی میپرسی؟ همه میگوین که تو با دامولو خونه دار میشوی. این چی گپ است زورا؟ در اصل سفسطه میگویی چغتای. با که خونه دار شدن من به تو چی دخل دارد؟ ها؟ برای همین به اینجا آمدی؟ زورا با دامولو خونه دار شوی به تو نمیزیبد. فهمون با من. برای چی فهمونم چغتای؟ چی من برای فهمانیدن تو کوشش دارم؟ اما من تو رو دوست میدارم. در اصل سخنهای تو رو شنیده نمیخواهم. نمیفهمی؟ نه نمیفهمم. دیوانه شدی مگر؟ این دامولاچه کیست؟ تو چیکار کرده ایستادی؟ آن دامولایی را که تو اینقدر پس میزنی از تو 1000 بال بالاتر است. فهمیدی؟ چقدر تو چیکار کرده ایستاده ای؟ تو اینجا برای آدم ها رو ناراحت کردن آمده ای؟ نه، آن دامولای مشهور رو دیدن آمدم. او کی از چخیل آدم است، دل زهرا را چخیل یافته است، این را فهمیدنی آمدم. بسیار خوب، آرزوهایتان در حال عملی شدند. انا آن کس آمدند. مرحمت تو رو ببینید. رفتم خواب کنم که در نماز بامداد خستنم در کار. من شما را گسیل میکنم. هیچ لازم نیست زهرا جان. مهمان رو تنها نگذارد که گناه است. بار دیگر شام بخیر. شام بخیر. شام بخیر. آفرین زورو. دیدی به چشم دامولو چه خیلی زیبا افتادی؟ بسیار هم زیبا افتادم. عینی حال خودم را از همه آدم درویترین دنیا حس میکنم سیلین. رویت رو تروش نکن. من میدونم که این خیلی کارها به تو پسند نمیآیند، اما چی کار کنیم برای قانع کردن دامولازی ها چیزهای پسندیده‌اش رو کردن میگیریم. چه تو خودت رو کی فکر میکنی ها؟ پسرم تو کی هستی؟ دو آدم را زده خودت رو قهرمانیست کردی. به شرف آدمان را زده زهرا را از من گرفتن خواستی ها؟ همان حادثه رو تو تشکیل کرده بودی به مثل فیلم هندو آدم های خودت رو از پای افتانده در نزد زهرا قهرمان شدن خواستی تو هم فرصت رو انتظار بودی ها؟ مرا گوش کن، اگر یک بار دیگر تو رو در نزد زهرا بینم با ایمانم قسم نماز جنازت رو خودم میخوانم. مرا فهمیدی؟
تو چی خیلی دومولو هستی؟ حیاتت سوخت در دهان. آقای کودک دیوانگی نکن. تو با کی سر و کار گرفتنت رو حالا نمیدانی. سرم رو ویران کرد. در همونجا زده سرش رو معیب میکردم، لیکن استغفرالله گفتم. ای خدایا، خوب رفتن او رو بین. اوف شوکت، اوف شوکت، اوف. گویا که در حیات من تو نمی رسیدی و با آمدنت حیاتم پر شد. این مرد خیلی خراس میکشد. ای خدا، این آدم خیلی این آواز رو میبراند. گوشم رو کار کرد. اوف. ای بچه، تو انسان هستی، از خوک هم گذراندی. شوکت، اوف برادرم، اوف. توبه توبه. اوف زهرا، تو رو میفهمم و از اینجا باید روم. موندن نمیتوانم. اگر برای من رو دوست داشتنت کمتر امید می داشتم، شاید می ایستادم. کجاست این دامولای بینماز؟ این دامولای بینماز در کجاست؟ ما رو نگیر، ما جزای او رو میدیم. باید جزای او رو ما بدیم. رفتیم استادم رو غم ندهیم. چه دماغ شده در همین این دامولای بینماز کنی شما چیکار میکنید؟ ای بچه، شما چیکار میکنید؟ دامولا در کجاست؟ من با تو میگم. گناهگار نیستم. کلاس گوره. تو اگر نگویی دامولای بینماز در کجاست، ما تو را رها نمیکنیم. شما چیکار میکنید؟ دامولا در کجاست؟ تماما به نمازی بامداد نمیآید. در کجاست او؟ در بالا. او در اونجا بودست. کنی همه کسی رفته. بختیار لبه این آواز از کجاست؟ اینها کیستن؟ مردم محل جمع شده دامولا را میگویند. انا او در کجا بوده است؟ در اینجا بوده است. تو چی خیلی دامولا هستی؟ رو به نمازی بامداد ناومدی ها؟ ساعت 10 سحر شد. مرا احمق میکنید ها؟ تو دامولایی ساخته هستی؟ نه استاد مگر اینها راست میگوید؟ خطا نفهمید، این همش تهمت است. خیلی تهمت؟ این آدم را من نشناسم. این همان دزد مشهور کلت کلاس است. حالا پلیس هم می آید. با شما چی شد؟ بابا جان، استاد مردمی محله چی میگوید؟ یک طرف ایستد. یک طرف. کلت کلاس
من از تو انتقامم رو میگیرم، تو رو به محبس میبرم. بدم افتاده. تو رو یافتم کلتا کلاس. میبینیم که تو این دفعه با کدام جهنم میگریزی. پران. نه بسرش پران. نه پران. زهرا دخترم با تو چی شد؟ کپتان خدا را شکر، همه این خوب بوده است. صبح بخیر داملو. صبح بخیر. مانند خوابی بد همه جا رو آب پاشیده ایستاده است. بعضا در بیرون خواب کردن رو دوست می‌دارم. سحر بر وقت خسته مشق میکنم، در بیرون خواب کنم خوابای خوب میبینم. صبح بخیر دخترم. صبح بخیر. رحمت دخترم، خوب هستی؟ خوبم، من رفته ایستادم. میلش دخترم. یگان چیز میخواستید؟ نه دخترم، رحمتی کلام. میلش؟ با دقت باش دخترم. مانده نباشید بابا جان. میلش دخترم، درسایت رو نقص خوند. یا خدایا، با ورزش کوهبرایی هم سر و کار داشته است ها؟ سر و کار گرفتن یک طرف همکی. کتابش رو نوشته است. کتابش رو. چی نوشته است؟ کتابش رو. در کجا؟ هنگامی به کوه برآمدنش در کوه می نویسد، هنگامی فرامدن در خانه. یا خدا یا خدا. شوکت! چی شد؟ مهمانتون رو میجوی؟ شما او رو ندیدید؟ البته که دیدم داملا، در نزد آقای اکرم است. رحمت امکی بختیاری. سوپرمن در نزد او هیچ است. چی خیل؟ انا میخیل. امریکایی ها با یک سوپرمنشان چنان میفخرند که سرشان به آسمان رسیده است. سوپر دومولوی ما از سوپرمن آنها زودتر میداد. شوکت! صبح بخیر، صبح بخیر، خوش آمدید. صبح بخیر. تشکر، شما خوب هستید؟ شکر خدا. ما با شوکت درباره شما صحبت داشتیم. نقلش هیچ تمام نمی شود. تمام نمی شود. او لکیدن رو سر کنه دیگر هیچ خاموش نمیسته. انشاءالله که سرتان رو به درد نآورد. استغفرالله. در حق شما بسیار هم چیزهای خوب گفته ایستاده بود. بفرمایید درآیید. مرحمت بعد. مرحمت بعد از شما می‌داریم. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. ما هم با شوکت بای درباره شوهر شوندت صحبت داشتیم. از که ما داماد شونده شدی کلاس؟ مرحمت مرحمت مرحمت. زورا جان نان رو گرفته به زمین افتاد. ای به زمین نان افتیده است. برای زهرا یک توی پرحشمت خواهم کرد. یگان چیز را برای او دریغ نخواهم داشت. اما دختری عزیزم، تو یک چند وقت کار را پرتا و تنها برای توی تیار بین. این روزهای خورسندی تو می باشند. سیلین دخترم، تو هم به کار نرو. در کارهای دوگانت یاردم ده و او را تنها نگذار. مایلش بابا جان. با اجازت شما میخیزیم. من رفته طهارت کنم. اجازت از شما. مرحمت مرحمت. به همتان اشتهایتون روز بخیر. شوکت جان. ها رفتیم برادر جان. مایلش ما میرویم. باز بگاه میرویم.
برادر من به تو دو سوال دارم. چی سوال بوده است؟ سوال یکمش به این دختر خانه‌دار میشوی؟ دویمش یا نمیشوی؟ چی خیل خانه‌دار شوی؟ برای زیغ نشدن این دختر من این کار را کردم. رفتم. یا خدایا. زهرا جان، قسم دویمی نقشه همان. آیا نقشه فایده می دهد؟ این چی گپ خودش زهرا جان، همه نقشه های من تا امروز عملی شدن. تو الان به من باور نمیکنی؟ در درونی اینها چی است؟ سلین؟ لبای عزیزم، روی ما را این طرح بسته به دامولا زیانشان می دهیم. اوف زهرا، با گردن بندهای مکتبی مانند شد. این طور نه. انا این خیل در سرت می پرتویی. همین خیل؟ چه خیل است؟ بسیار زیبا. با من می زیبد؟ البته جانم. ببین اینجا دیگر رنگویش هم هست. انا اینش به تو خیلی می زیبد. می زیبد؟ سلام دامولا زیا. با من نزیبی؟ زیبید، اما اینش رو پیشیده به آینه نگاه کن. خب؟ اینش زیبید؟ به خدا بسیار زیبا شد. اینش رو بینیم؟ کندی وی رو برور در آینه. وقتی این خیل میبندی بسیار زیبا میشوی. این هجریش خیل آدم است. اگر پسر من میبود با خدا رحاق میکردم. سوال غاید از سرت ماند. دامولو من نزدیک شما اومده ایستاده بودم. با خیر از دخترم سیوان. دامولو با من یک تومور نویسید. تومور؟ بله دامولو، از نمیک چی طور خلاص شدنم رو نمیدونم، برای همین به نزدیک شما اومدم. آچه این سیوالی من است. عاقبت تو را میکشم من. تیز کن زهرا. مایلش اومده ایستادم سیلین. فراموش نکن چه خیلی که مصلحت کردیم همون خیلی میکنیم. فهمیدم سیلین، فهمیدم. سیوال جان. دامولو دیگر چاره ندارم. دامولو ما هم برای دیدن شما اومدیم. انشالله بخیر است. درد شما چیست خانم ما؟ دامولا با ما آبی قیترمه میدهید؟ آبی قیترمه؟ بله دامولا. کارهایمون برای نگرفته ایستاده است. کاش که رفته در مدرسه تحصیل میکردم. او را بین همه دخترها رو به خودش جلب کرد. من این شیطان را به جهنم میفرستم. اولین شده من به اینجا اومدم. دامولا کاری من رو بود میکرد، همین طور نه؟ تومورهای دامولا به همه میرسد. التماس غوغا نبردارید. خانمان بهوده غوغا نبردارید. من به این هم تومور نمی نویسم. روزتان بخیر. شیطانچه ها با ازدواج ساخته دیدن که راضی نشدم، برای راضی شدن روی مال پوشیده آمدند. دستم شکست. تو خوب هستی؟ زود بیاری تاجیلی زنگ زن. تمام که زنگ میزنم، اما گفتم از پس او غیبت نکنید که او اولیو از خدا میزند. زورا چرا منو دوانده ایستاده ای؟ او بی قیتر ما گفته آورده مرا در پیش همه شرمنده کردی. تازر او از پسی ما خندیده ایستاده است. عزیزم کورو از طرفی خوبش بین. طرفی خوبش کدوم بوده است عزیز؟ خیر دیده که دامولا تومور نویس نبوده است. باز تومور نویس نبوده است میگه. ایستو تو فلورم بلند است، تو باشی مرا میدوانی. یک باری دیگر فایده اش کرده است، یگون مشکلی نیست. همش با کوشش های شما دکتر. تشکر زیاد. یک دقیقه. این برای تو، اینش برای تو. رحمت اپا جان. لازم نبود دکتر جان، بین هم شما با ما خدمتی زیاد کرده. این طور نگوید، این وظیفه من است.
برای کودکای محل تحفه گرفتم و نصیب کودکان شما بودند. ما چخیل این خدمت‌های شما رو برمیگردیم. لطفاً. تشکر زیاد. من کلاشم دکتر میشم. خیل نقص. سلامت باشید. تشکر باشید. مرحمت. رفتیم. خدا بالانه های موتورسیکلت رو شکاف کند. خانم خوب هستید؟ اگر شما رو میزد میمردید. به تو ما چیکار میکردم؟ زحمت نکشید، من خودم میپردازم. نه هیچ گپ ندارد. با فکرم رو نفهمیدید شما کاری خودتون رو دوام دهید؟ مالش من هم برای دیدن تو بر اومدم دخترم. دامولا خوب هستید؟ خوبم تشکر. انشاءالله که سلامت هستید. خوبم. موتورسیکل با سرعت گذشت و قریب که دکتر را زیر میکرد. خلطه های دکتر رفتیدند و من یوری رساندم. تشکری زیاد به شما. خوب هستید دخترم؟ با تو چیزی نشد؟ دامولا وقت می داشتید به شما یک پیاله چای دم میکردم، با شیرینی میخوردید بعد میرفتید. نه رحمت، من در حال رفتنم در میلش دامولا. خیر خوش باشید. روزتون بخیر. دخترم دامولا زیاد نسبت ما همیشه نیکی میکند، اما تو رو دویم پست میزنی. رفتیم. تو خوب هستی دخترم؟ خداوند قبول گرداند. دامولا جان امر معروف میکرده؟ آقای خلیل من کمتر کار دارم. روزی اولی آمدنتون به ما امر معروف کرده، دلهایمون روشن شد. دامولا امر معروف کنید که ما گمراه شده ایستادیم. بله استاد، التماس رد نکنید. حاضر کار دارم آقا، یگان وقت دیگر انشالله. خواهش میکنم استاد، التماس رد نکنید. بخیر مرحمت شینید. بله محترم جماعت، موضوع امروزه ما یعنی موضوع امروزه برای خود یک چند پند اندرزهای خوب را قید کرده بودند. حالا برای تو میخوانم. محترم جماعت، این دفتر در حیات من اهمیت کلان دارد. این دفتر به من از استاد عزیزم خاطره مانده است. در مدینه روزی عید رمضان حضرت محمد درود خدا بر او و با آلش کودکان را می‌بیند که بازی دارند
و ناگهان کودکی را می‌بیند که در بین کودک‌ها با چشمان گریان آنجا اشک می‌ریزاند. و پیامبر از آن کودک می‌پرسد: پسرم، کنی به من بگو چرا گریه داری؟ کودک جواب داد: هر کسی پدر و مادر دارد، اما من پدر و مادر ندارم، یتیم هستم. و آن زمان پیامبر عزیزمان سر کودک را سیله کرده گفت: پسرم، میخوای که من پدرت، عایشه مادرت، فاطمه اپت و علی عمکت شود؟ کودک به چشمان پیامبرمان با تبسم نگاه کرده جواب داد: من شما را میشناسم ای رسول خدا، چه خیلی به این راضی نشوم. و تا آخران نفس پیامبر درود خدا بر او و به آلش، آن کودک یتیم از پیامبر جدا نبود. روزی در کوچه هنگام بازی کردن کودک ها با او گفتند: تو همیشه غمگین بودی و خنده نمی کردی، حالا با تو چی شد که اینقدر شادی میکنی؟ کودک گفت: آن وقت من یتیم و بیکس بودم و حالا باشد پیامبر پدرم، عایشه مادرم، فاطمه اپم و علی عمکم شدند سببش همین. و کودک و حسد برده گفتند: کاش که ما هم مثل تو یتیم می بودیم. خانم تولین، باید با این ازدواج مانع شویم. برای همین را گفتن با من در حال خوردن خواستی. من کودک نیستم، چقدر برای زهرا رو به دست آوردنت اینها رو گفته ایستاده میفهمم، اما به من چی فایده؟ خانم تولین، این مسئله تنها مسئله من نیست. چشمانت را کشا. چی کارها کردن این دامولا رو حالا نمیدانید؟ چی یعنی؟ تو پیش هم دامولا رو میشناختی؟ وقتش بیاید این رو هم میفهمم، اما حاضر تنها این رو دانید که آن حادثه زهرا از دست رازنها نجات یافته بود کو؟ بله. آنها آدمانی دامولا بودند، یعنی برای زهرا رو به دست آوردن این نقشه را او کشید. من با چشمانم دیدم. اما لطفاً از این زیادش رو نپرسید. برای فریب کردن زهرا. کی میداند باز چی دروغ ها گفته است؟ این را خدا میداند. ببین، او بسیار انسان حیله‌گر است. برای به دست آوردن ثروت آقای اکرم همه کار را میکند. زهرا را فریب کرد، آقای اکرم را هم فریب میکند. آقای اکرم پیش از مردنش اگر یگان وصیت نامه نویسد
او همه را صاحب می شود. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. هجری پایم رو زیر کردی. الله اکبر. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. هجری قرائت کن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. آمین آمین. هوش نماز خیلی بود؟ در حقیقت خوب بود برادر. آیا میدونی؟ از برای تو شده در حیات یکم بار نماز خواندم. برادرم. چی میگویی؟ تو حاضر در حقیقت میروی؟ میروم شوکت، دیگر ایلاج ندارم. برادر من تو رو بسیار یاد میکنم. شوکت من هم تو رو یاد میکنم. من با تو گپی سخت میزنم، دلت رو میشکنم، من رو عصبی میکنی، بعد من مجبور میشوم. خیر من رفتم. حقت رو حلال کن. حلالت باد. چیکار کردی چنگیز؟ آقای کنون در گرد خانه نو و کهنه شناسنامه دام ساختیم. رفتم کلاس رو بیارید با همه چیز چورش. اطاعت سردارم، امرتون رو به جا میاریم. رو. کمیسرم کرده کلاس به سراغ کهنه شناسنامه انیق نمی رود. به اینجا می آید. بیا شرط میکنی که به اینجا می آید. من حس میکنم. خیر شما دیگر با من در کار نیستید. سردارم یک چیز دیگر را پرسم. با شخصانی که در آینده پلیس شدنیند، مخصوصا با جوانان قابلیتناکی که با مثل من مهارت دارند، چی توصیه میدید؟ لوینت خاموش است. اما سردار من به نزدیکی پلیس میشم. دقتم را پریشان نکن میگویم لوینت. چرا تو رو آوردم؟ مگر این کلتا کلاس نیست؟ سردارم من نگفتم که کلاس به اینجا میاد. انا آمد بخدا که آمد. خاموشی است. با تمامی گروه ها به فرمان من یگان حرکت نکنید. فهما؟ همه فهمیده؟ بله سردارم فهمیده. شام
شام بخیر. تو کی هستی؟ من کلاس هستم. کبوتر مرا اینجا فرستاد. چند مرتبه اینجا آمده بودم. انتظار شوید. سردارم من این عملیات رو سیامکا میکنم. انتظار شوید. برادر شناسنامه تیار است؟ بله خواطر نباشید. چی گپ شد؟ پلیس گریز. همه این گروه ها حرکت کنید. ای پسر تو دیوانه شدی مگر؟ تو چی کار میکنی؟ با موشیشین کجا میروی؟ یک سلفی کنم. ما در فکر عملیات و این در فکر سلفی. با تو بعد کم میزنیم ابله. باز دستم رو محکم کرد. سردارم. یک طرف سردارم کلتکلس همراه آدم‌هایش آمده است. بیشرف با آدمانش آمده است نه؟ او را زنده میخوام فراموش نکنه. الو اکرم، کلتکلس همراه آدم‌هایش به اینجا آمده است. چه کل آدمان؟ کدام آدمان؟ او راست پایش زخمی نموده. زود گرفته به نزد من بیارید. مایلش سردارم اجرا میکنه. کلیدی در کجا باشه؟ اینها حاضر کلتکلس رو از دست بدین. سردارم نیستید. زود پلیس آمد زودتر گریزید از اینجا. پلیس آمد گریزید. اما اگر کنون اینها پلیس بودن، آدمانی کلتکلس نبودن. تو خدا جزایتان را دهد. پلیس را از آدمان عادی فرق کردن نمیتوانید. احتیاط کنید یگان پلیس را نپرانید. گربچه ایرا که شده میتوانی؟ از دوستان یک بیاری پرسی میشوده؟ اگر سردارم به طور ماشینش برآمدن تو رو بیند، به خدا تو رو زنده نمیمانه جورا. به عقل چیت؟ پنهان شو. آها پلیس رو تو آوردی؟ نه فقط لباس پلیس به من نمیرسید. گوش کن، تو شناسنامه رو با خودت آوردی؟ شناسنامه رو آتش زدم برادر. چی؟ عقلت رو خوردی؟ اگر آتش نمیزدم پلیس تو رو میقبید. خدایا توبه. همیشه کاری من برار نمیگیرد. ای برادر شناسنامه با تو چی در کار؟ به شناسنامه تو را هیچ کس نمیشناسد. اکنون چی میشود؟ گوش کن، من باید از اینجا فرار کردنم لازم. 3-4 روز بعد به این سراغ بیا. مایلش خواطر نشو. شناسنامه تو رو حل میکنم. مایلش ماگیر این پالتو رو گرفته پوش. باز از سلفیدن نموری که به من لازم هستی. خدا از تو راضی باشد. مایلش من میروم. با پایین فارو گربچه گب رو نمیفهمی تو؟ سردارم کنی بیاید. خیلی چکار کنم؟ امامی رو باز دوام میدیم. از یک طرف کلتکلس، از یک طرف گربه. ای دیوانه بیعقل، چی کار کرد ایستاده ای تو؟ چی کار کرد ایستاده ای؟ هی بچه شما در کجا میگردی؟ از پشت تو شده آدم ها رو از دست دادیم. کلتکلس باشد گریختر رفت. دیوانه بیعقل. قریب گربت چلی کم رو میخورد. شما باشید با گم شوقتی گربت. دیوانه به تو سلفی چی لازم احمق؟ بیا خالته بیا. در آینده با من بسیار کمک میکنی. خیلی چی کار کنم؟
این مومی رو باز دوام میدیم. من میبودم کلتکلس نمیگوری. دمت را گیر، خاموش. سردارم کلتکلس رو دستگیر کرده نتوانستیم. او فرار کرد. آنها؟ بی عقل ابله، از پشت تو کلتکلس را از دست دادم. سردارم من چطور دستگیر کردن او رو میدونم. سردار؟ کدام سردار؟ از کجا سردار؟ برای چه سردار؟ ای دوشاو من او را انیق پیدا میکنم. دمت را گیر، خاموش. این خیلی نمیشه سیلین. کارها دور و دروز نرفته. من باید به بابایم همش رو فهمونم. سفسته نگوی زورو جون. تو مگر بابایت رو کشتنی؟ اپا جون برای تبریک کردن خانه دار شویتون فرصت نیافتم. خواهر جونم عذر میپرسم. هیچ گپ ندارد. خواهش میکنم. رحمت. تبریک میکنم مبارک شود. برایتون آب بیارم؟ اگر زحمت نشود یک پیاله آب می آوردی. چه خیلی زحمت اپا جون. همه این کارو جدی خیال کردن. نیسیدین من همشو با بابایم میفهمونم. بین هم من اگر نگویم داملو بی‌طاقت شده همشو با بابایم میگوید. این قدر جدی میرود. ای زهرو عزیزم یک لحظه ایست حالا درستر فکر کنیم. بابا لبای دخترم. بابا جان صحبت کنیم میشود بسیار مهم است. صحبت درباره چی؟ یا اینکه روز نکاح را با دامادم انیق کردی و آن را گفتنی؟ بابا جان من در اصل کدام وقتی که گوید به من موافق است. هیچ خواطر نشوید. با این قرارتان مرا خوشبختترین آدم دنیا گردانیده اید. اگر تو را با کرته عروسی بینم آرامانه میمیرم. و با راحت در قبر آرام میخوابم. بابا جان این خیلی نگوید. مرا تنها نگذارید. تنها نمیمانی. تو را به جوهرت می سپارم و شما برای من نبیره زیاد تولد می کنید. اکنون آرام شو. گریه نکن. گپ مهم دارم گفته بودی. وای چی گپ بوده است؟ من مهم گفته بودی کو؟ شما رو چقدر دوست داشتنم رو گفتنی بودم. این را من میدانم دخترم. سلین بیا. دوگانت را گرفته به پایان فرایید. لباس عروسی و شیرینی ها را انتخاب کنید. روید. مایلش بابا جان. رفتیم زورا جان. ایستو. تو بازدید شب بخیر. گفتن نتوانستم. زهرا چی گپ شد؟ این چه حال است؟ خوب هستی؟ خوبم یگان چیز نیست. هیچ گپ نیست خاطر نشوید. چه خیلی هیچ گپ نیست؟ اوف.
حال من نگر. بله به حال من نگر. این چی حال است؟ از تو عذر نپرسیدم، از دستت گرفته به خانه‌ات بیا گفته نتوانستم. به شرف کلتکل است. به کدام سوراخی در آمده ای؟ من تو را دستگیر میکنم به شرف، دستگیرت میکنم به شرف. ای خدایا، بندی پای افضالم که شده شده است کو. ایستا